رفیقا از همه کار همین حافظ آسان است. همین در حیاتش 10 سرود این به سرایا داخل نداره. در همین حیات و فعالیتشون 10 سرود تیار میکنن. همین کودکیشون تا مردنشون میخورن او سرود نو. ما یک گپ 2 بار بگیم میگه دیگه گپ ندارید. همین روز یک گپ 2 بار بگم. من از که همین سید بخاری پرور سال 3 سال پیش دوره همون دشواری با فیضعلی حسنف زهیر روان میکنم. یک مملکتی بسیار ویز در افریقا، مردمش سبزینه است. با درجه سبزینه است که او را شو نمیبینیش. رنگ همون تگ دیگای شیرپزی هم خیلی است. اینا همونجا چی کاری ده میروم با اون مردم معقول میشد، میگن همین 2-3 سال ما اینجا کار کنم. بعدی سید بخاری هم میگه میستی، میگه خیلی اجازت باشه میستی موقع 3-4 سال کار کنیم. بعد میگه خیلی 1 سال 20 داخله 1 سال میستم معقول میشد، 2 سال میستم، 3 سال میستم. بعد میگه خیلی برم 1-3-4 سال جمع میکنم. بعد میبید فیضعلی ناحیه مسکو میبید کرتای سفید نیم آستین، یک شلیپایی که از آفتاب قریب 2 کس پناه میگن، همون در سرش شورتی پوشیدگی، از پوست کیم کدام یک درخت یک بسناش که پوشیدگی و یک زنجیری طلایی در دستش هم خیلی آمدگی در گردن یا میمونک در گردنک کشیدگی. اوجا هم خیلی اکنون موده بوده است، قاعده بوده است میآید. آب ضیافت بسیاری میکنن در ناحیه مسکو. بعد بیگانی همون دوستا یار و رفیقا، همون همسین و سالا که بسیار کارهای شایسته و ناشایسته کردگی بودن در وقتش جمع میشن. میگه اون طرف او چخیله اون مردی این طرف میگه نغزه آخر فیلش رنگی همین فیل مای همین خریب که لیج میگردن. میگه خیلی عادت میکنی، مرم که های نمیدن خیلی لیج میگشتم، لیکن نه میگه تو بگو که زنکاش چخیله زنکاش چی آدمگری دارن، میگه آدمگریشون نغزه. همین 1 روز با کم کم میخورن و زود میخورن. نه میگه گفمانو که زنکاش چخیله. آوش میگه همین تابستان و زمستان آوش گرمه. بخور میدره آوازی بکنی میبروی. تو گرد یا خیلی زنکاش چخیله میگه آمد و رفت داشتیم. سالش 12 میگه همین درختاشون میوه میبنده. هر 3 ماه گل میکنه و میبنده. بعد یک تاش میگه تو گپ بس که آخه همین زنکاش کتی چی فش کدی؟ که بعد این میمونه که سر گردش میگه که اوتا تا این مردک چی طریقه گران کرده سر؟